روز سوم از چالش 30 غذای متنوع، نرمترین کباب برگ گوسفندی بدون استراحت. بهترین گوشت برای کباب برگ فیله گوساله یا راسته گوسفندیه که من دومی رو استفاده کردم. با این روش مرینیتش بکنی دیگه نیاز به استراحت 10-12 ساعت نداره و بعد از نیم ساعت کبابت حاضری که بره برای پخت. برای شروع کار به چند تا حب سیر نیاز داریم که من از سیر تازه استفاده کردم چون عطر و طعم بهتری داره. سیرا رو هم میتونیم بکوبیم هم رنده کنیم که عطر و طعمشون بهتر آزاد بشه. نصف یه دونه کیوی رو هم رنده میکنیم و به سیر اضافه میکنیم. کیوی به خاطر آنزیمایی که داره با تاثیر گذاشتن روی بافت گوشت باعث ترد شدن گوشت میشه، اما با این حال استفاده از کیوی توی این مرینیت کاملا سلیقه‌ایه، اما خیلی به بهتر شدن و نرم شدن بافت گوشت کمک میکنه. اصلا دلیل اصلی بدون استراحت بودن این مرینیت کیویه. حالا با هر وسیله‌ای که توی خونه دارین کیویارم له بکن و با سیر مخلوطش بکن. نمک در زمان مناسب و مکان مناسب باعث حفظ جذب رطوبت میشه و این به شما گوشت آبدارتر و خوش‌طعم‌تری میده. فلفل سیاه با رایحه گرم و تند ملایمی که داره توی مزه هاتون تعادل ایجاد میکنه. مقداری روغن علاوه بر محافظت از رطوبت گوشت به حل شدن بهتر ادویه هم کمک میکنه. مقدار خیلی کم سس سویا با اون شوری طبیعی که داره طعم گوشت رو بالا میکشه. شکر قهوه‌ای توی طعم‌ها تعادل ایجاد میکنه و آویشن و رزماری بوی گوشت گوسفند رو خنثی میکنه. حالا یه ترکیب طلایی از تمام چیزایی داریم که روی بافت، طعم و عطر گوشتمون بهترین تاثیر ممکن رو میذاره. گوشتی رو که از قبل برش دادیم و نازک کردیم بین 2 تا کیسه فریزر پهن میکنیم و با بیفتک کوب یا پشت چاقو گوشت رو میکوبیم تا نازک تر بشه. هر دو طرف گوشت کوبیده شده رو به مرینیت جادویی آغشته میکنیم و فقط کافیه که نیم ساعت بهش زمان بدیم تا گوشت ما همه این طعم و مزه ها رو به خودش جذب کنه.
استراحت بیشتر از نیم ساعت نشه که کیوی بافت گوشت رو خراب نکنه. با حرارت کم روی منقل یا تاپ گریلش بکنید و از این مرینیت جادویی لذت ببرین. اینم از کباب گوسفندی ما که مثل پنبه توی دهن آب میشه و به راحتی با دستم جدا میشه. نوش جان.